میدونم که صبح زود بیدار شدن از سخت‌ترین کارهاست، مخصوصا اگه بعد از تعطیلات و مسافرت قرار باشه به دانشگاه و کار برگردیم. سختیش بیشتر هم میشه و مدام میگید من که آدم صبح زود بیدار شدن نیستم و همیشه دنبال راهی برای با انگیزه بیدار شدن هستید. توی این ویدیو میخوام 5 کار رو بهت بگم که هر روز بتونید صبح زود بیدار شدن رو تجربه کنید. که مورد پنجم باعث میشه سرخیزی جزو لایف استایلت بشه. اولین مورد، هدفتون از زود بیدار شدن رو مشخص کنید. بیدار شدن قبل از خانواده واقعا سخته و اگر دلیلی براش نداشته باشی اصلا امکان پذیر نیست. منظور از هدف داشتن اینه که بدونی برای انجام چه کاری قصد داری صبح زود بیدار شی. مثلا اگه فصل امتحاناتون هست و شما قصد دارید که نمرات بالایی بگیرید، درس خوندن و آماده شدن برای امتحان‌ها هدف خیلی خوبیه. یا مثلا قصد دارید به درآمد برسید یا ارتقای شغلی کسب کنید. اینها هدفهایی هستن که به شما انگیزه میدن که صبح زود بیدار بشید. و این هم در نظر داشته باشید که کار کردن در صبح‌ها راحت‌تر از شب‌هاست و در صبح‌ها بازدهی بیشتری دارید و اگر نمی‌دونید که چطوری برای خودتون هدف مشخص کنید، میتونید اینطوری از خودتون سوال بپرسید. مثلا میخوام 5 صبح بیدار شم و حالا از خودتون بپرسید که چرا میخوای 5 صبح بیدار شی؟ چون که بهره‌وری بیشتری داشته باشم. خب چرا میخوای بهره‌وری بیشتری داشته باشی؟ و به همین روش ادامه میدید تا به نتیجه دلخواهتون برسید. دومین مورد، قبل از خواب گوشی رو کنار بذارید. اسکرول کردن فضای مجازی قبل از خواب احساس خواب آلودگی رو از بین میبره و مغز رو برای مدت زیاد بیدار نگه میداره و حتی احساسات منفی ایجاد میکنه که باعث میشه خواب شما بی‌کیفیت بشه. اگر میخواید در صبح احساس انگیزه و انرژی کنید، استفاده از هر وسیله الکترونیکی در آخر شب رو باید به فراموشی بسپارید و سم‌زدایی دیجیتالی برای خواب خوب انجام بدید. به من اعتماد کنید، ارزششو داره. تا 1 ساعت قبل از خوابتون از گوشی استفاده نکنید و میتونید به جای اون از کتاب استفاده کنید یا مراقبه کنید. و مورد سوم، توی با انگیزه بیدار شدن به شما خیلی کمک میکنه، ولی قبلش اگر تا اینجای ویدیو با من همراه بودی حتما ویدیو رو لایک کن. لایک کردن تو باعث میشه که افراد بیشتری ویدیو رو ببینن. و اما مورد سوم، خوردن غذای سنگین قبل از خواب. غذای سنگین و چرب قبل از خواب بر کیفیت خواب خیلی تاثیر میذاره و همینطور سیستم گوارشی برای هضم غذاها باعث افزایش فعالیت متابولیک و گرمازایی بدن میشه و همینطور این غذای سنگین احساس سنگینی ایجاد میکنه و حتی میتونه باعث سوء هاضمه بشه که به همراه خودش بدبینی و بازخورد منفی روی بیدار شدن ما در صبح ایجاد میکنه. مورد چهارم، افکار منفی قبل از خواب. درسته ما در جامعه پر از استرس زندگی میکنیم، ولی افکار ما و جنگ‌های احتمالی که در ذهن ما با دیگران وجود داره ذهن ما رو اسیر میکنه و ما نمیشه که راحت بخوابیم و همینطور نگرانی هایی که برای آینده و برنامه هامون، خانواده و دوستامون داریم به دغدغه‌های ما تبدیل میشن و جای خیلی خیلی کمی برای افکار مثبت ما میذارن و خواب آروم رو از ما میگیرن و در نتیجه روز بعدش هم به دلیل این افکار منفی قبل از خواب هیچ انگیزه‌ای برای بیدار شدن و به کارهای مهم پرداختن نداریم. و اما آخرین مورد که خیلی به شما کمک میکنه توی این مسیر، خواب و بیداری منظم. وقتی که خواب و بیداریتون ساعت مشخصی داشته باشه و به اون پایبند هم باشید، باعث میشه که ساعت بدنتون منظم بشه و این کار باعث میشه که مغز شما به صبح زود بیدار شدن عادت کنه و به دلیل اینکه زمان خواب ثابتی دارید، بدن شما وقت استراحت رو تشخیص میده و این کار باعث با انگیزه بیدار شدن میشه. و اگر هم کم نیارید و به این روند پایبند باشید، جزو لایف استایلتون میشه. و در آخر هم مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و توی کامنت ها بهم بگید که آیا از این موارد نتیجه گرفتید؟